آزمایش اول ساخت موشک خانگی است. الکل 99% رو تو قوطی نوشابه میریزیم. سوراخ‌های زیادی در پوش نوشابه ایجاد میکنیم. زیرش رو با فندک روشن میکنیم و سپس اما این چطور اتفاق میفته؟ طبق قانون دوم نیوتن اگر به جسم ساکنی نیرو وارد نشه اون جسم حرکت نمیکنه. بنابراین اگر سوخت با سرعت زیاد از قوطی نوشابه خارج بشه، برای اینکه مرکز جرم قوطی نوشابه و سوخت ثابت باشه، باید قوطی نوشابه با سرعت بالا در جهت مخالف حرکت سوخت حرکت کنه. آزمایش دوم ساخت گردباد آتشی. ابتدا اسفنج رو تیکه تیکه میکنیم و بعد به آن گاز بوتان اضافه میکنیم. دور آن توری قرار میدهیم و آتش را میچرخانیم. شعله های آتش بیشتر می شود. دقت کنید هر چقدر اکسیژن به آتش بیشتر برسد شعله آن هم بیشتر می شود. آزمایش سوم میخوایم ببینیم اگر قوطی آلومینیومی رو توی مواد شوینده بذاریم چه اتفاقی میفته. ابتدا برچسب های قوطی نوشابه رو با سنباده از بین میبریم. سپس قوطی نوشابه رو درون لوله بازکن میگذاریم. بعد از چند ساعت مشاهده میکنیم مواد شوینده تونست آلومینیوم را تو خودش حل کنه ولی نتونست هیچ آسیبی به پلاستیک قوطی نوشابه بزنه. آزمایش چهارم. اینجا میخوایم ببینیم گالیوم با آلومینیوم چه واکنشی نشون میده. مقداری از گالیوم رو به آلومینیوم قوطی نوشابه میمالیم. چند ساعت صبر میکنیم تا نتایج رو مشاهده کنیم. گالیوم آسیب جدی به قوطی آلومینیوم وارد کرد. آزمایش پنجم. مار کربنی. ابتدا جوجه شیرین و شکر را مخلوط میکنیم. کمی الکل روی خاک میریزیم. سپس مخلوط شکر و جوجه شیرین را به آن اضافه میکنیم. حالا آن را آتش میزنیم. وقتی این مخلوط میسوزد گاز کربن دی اکسید در آن گیر میافتد که باعث چنین حالت زیبایی در آن میشود. آزمایش ششم. تخم مرغ لاستیکی. اگر تخم مرغ را 2 روز در سرکه قرار دهید، اسید موجود در سرکه باعث می شود لایه سخت و بیرونی تخم مرغ از بین برود و در سرکه حل شود. حالا تخم مرغ حالت ارتجاعی پیدا می کند. آزمایش هفتم. شمع جادویی. اگر به شمعی که تازه خاموش شده است آتش نزدیک کنید آن شمع روشن می شود. دلیل آن این است که آتش باعث می شود موم بخار شده شعله ور شود و بنابراین شمع هم روشن شود. آزمایش هشتم. مکش با استفاده از شعله. ابتدا شمع را روشن می کنیم، سپس اطرافش کمی آب می ریزیم. یک لیوان را روی آن قرار می دهیم. حال زمانی که شمع خاموش می شود، چون مقداری از هوای داخل لیوان استفاده شده است، فشار هوای داخل لیوان بسیار کم می شود. این باعث می شود صفحه به لیوان بچسبد. اما با گذاشتن وزنه بیش از 1 کیلوگرم توانستیم صفحه را از لیوان جدا کنیم.